امروزها در سامانه‌های اینترنت به نهایت پهن شده است که کاری فابرلیک حرام است. تو رو مجبور میکنند که خریداری کنی، قرضیدار میشوی، بالهایت میسوزد، زبانت میسوزد، مهنتت بیفایده است. امروز میخواهم که بالای انا همین سخنهایی که فکر نکرده گپ میزنم کمی روشنی اندازم. من زنی بودم که در ظلم شوهر قرار داشتم. طولی 10 سال بالای من دست میبرداشت و یک ترسی در دلم بود که اگر از این شوهر برایم فرزندانم در بدر میشوند، گرسنه میمانند. لیکن نه، انا در همان خانه شوهر من در طول 6 ماه در شرکت فابرلیک کار کرده پول خانه خود را جمع کردم. در کمپانی فابرلیک من خوب را از بد بودن فرق کردن را یاد گرفتم. نزدیکانی که به من باوری نداشتن امروز به پیشروی من فخر میکنند. من سوداگر پا و خواهرا در شهر مسکو مغازین لباسهای زنانه خدمت دارم. پیش از کمپانی فابرلیک به کار در آمدن فکر می‌کردم که به یاردم اینترنت و به یاردم رکلام‌ها میتونم که سودامو پیش برم. وقتی که در کمپانی فابرلیک به کار در آمدم کلاً فکرانی من دیگر شد. البته که طریق آنلاین، طریق اینترنت بیزنس من نقص‌تر و سخت‌تر پیشرفت می‌کنه. در کودکی فقط آرزو می‌کردم که کلان شوم، میلیونر زن می‌شوم، ماشین می‌خرم، خانه می‌خرم، پولدار میشم. ولی به خود باوری نداشتم چون که دختر دیهه بودم، در دیهه کلان شدم. فابرلیک به من به خود باوری کردن را آموخت، وقت را درست استفاده کردن و از هر گونه غیبت و چپ‌های نادرکاری مرا دور ساخت. بیزنس در فابرلیک پریسترویکای محض سر من شد. آرزو کردن خاص زن. ما در فکرمون یک عالم نیریال می‌ساخته. یگان وقتی پول کار کرده آرزوهامون به میرسیم. همین فابرلیک سبب شد که به زندگی ریالی نظر کنم. همین فابرلیک نشان داد که یگان عالم خیالی دیگر وجود ندارد. گرد و اطراف مناسبت معامله ما پول است و به آرزوها رسیدن. بعد از صدمه‌ای که با فرزند 24 ساله من رخ داد، من به کمپانی فابرلیک آمدم. در دوام 4 سال او را به پا خیزاندم، تمامش کردم، صاحب فرزند شد. خواهران عزیز، وقتی که من با گریه و فیغان از درد ناگهان به کمپانی فابرلیک آمدم، خواهران عزیز من در غمگسار بودند. من تو فابرلیک از دوست شدم، باوری کردم، به دیگران میترسیدم چون که دل مرا شکسته بودن و فکر میکردم که همه یک خلن. اما بعد کاری فابرلیک من باوری، دوستی، همکاری در همه پستی و بلندی ها دست یاری دراز کردن کمک کردم به دیگران را آموختم. 15 سال غریبی، زنی مهاجر بودن، دور از فرزندان، دور از پدر و مادر، چنان خسته‌ام کرد که هر باره که به خود مقصد میموندم من باید به تاجیکستان روم، خانه ندارم، کار ندارم، چیکار میکنم؟ از روزی که قدم به کمپانی فابرلیک نهادم به همه آرزوهای دل خود رسیدم، به خانه خود، به مقصد خود، در نزد فرزندان طریق تلفن کار میکنم. 4 سال پیش من در زندگی به نهایت برای شوهرم فکر میکنم که گلی خوردار بودم. به نهایت رشکای بیهوده، گپهای بیهوده آواره بودم. حاضی ما در زندگی به نهایت دیگران حرمت کردن را آموختیم. فابرلیک من رو در زندگی کی بودن و چی کار کردن و کی هست در اطراف من و رول خود رو در زندگی فعال بودن رو آموزاند. در فابرلیک زن بودنم را حس کردم و با خوب و بدن چگونه مناسبت کردن را آموختم. آرزوهایی که دیر باز میکردم آیا در فکر و خیالم نبود که عملی میشوند یا نه، یک تا عملی گردانده ایستادم.